خانم آقایون درود بر شما. به برنامه دیگری از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. این نوار صوتی رو با هم گوش میکنیم و در دنباله برنامه با شما خواهم بود. لطفاً خودتون رو معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان و شنوندگان محترم. من یکی از پرسنل نیروهای امنیتی در یکی از شاخه‌های اطلاعات و امنیت سپاه پاسداران هستم که در یک سال گذشته موفق به فرار از دست رژیم ایران و خروج از کشور و نقل مکان به اروپا شدم. طی افشای فایلی که طی چند روز گذشته از آقای آیت الله منتظری در رسانه‌های بین المللی انجام شد، تصمیم به انتشار این فیلم و این مصاحبه گرفتم. هدفم از انجام این مصاحبه آگاهسازی ارگان‌های حقوق بشری و مردم ایران و سایر مردم جهان و خاطرات من در دو بخش شکنجه‌های زندانیان در ایران و نحوه انجام بازداشت در ایران توسط اطلاعات سپاه و نحوه برخورد با معترضین سالهای 88 و 89 هستش. در خصوص شکنجه‌ها و کشتارهای سال 67 اطلاعات خاصی در دسترس من نیستش، ولی اطلاعاتی که دارم مربوط به شکنجه‌ها و کشتارهایی هستش که در حال حاضر در زندان‌ها و خانه‌های امن سپاه پاسداران داره انجام میشه. به عنوان اولین پرسش میخوام بپرسم شما چگونه وارد اطلاعات سپاه پاسداران که یکی از ارگان‌های جنایتکار جمهوری اسلامی ایران هست شدید؟ من از کودکی وارد اطلاعات بسیج شدم. در همونجا آموزش‌های لازم رو دیدم. در سن 12 سالگی آموزش‌های مربوط به تکیه‌اندازی با سلاح قناص دراگانوف، سلاح کلاشینکوف، کار با TNT و چاشنی الکتریکی رو گذروندم. انواع تله‌های انفجاری رو توی همون سالها آموزش دیدم که به نظر من این یک نوع استفاده از کودکان در مسائل نظامی و یک نوع کودک سربازی هستش که توسط رژیم ایران انجام شد. در خصوص کشتارهای سال 67 اطلاعات خاصی ندارم، چون سیستم امنیتی ایران از افشای این اطلاعات جلوگیری میکنه در داخل ایران. ولی در خصوص کشتارهایی که در حال حاضر در زندانهای ایران و بازداشتگاه‌های مخفی اطلاعات سپاه داره انجام میشه، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای دارم که در اختیار هست. آیا شما مواردی از قتل و شکنجه مخالفین سیاسی رژیم آخوندی رو شخصاً در خانه‌های امن اطلاعات سپاه شاهد بودید؟ من از سال 1385 تا سال 1390 تا مهر ماه 1390 در داخل یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه زندگی می‌کردم و به عنوان مراقب اون خونه امن در اونجا حضور داشتم. علاوه بر این کار در روزهای خاصی که اطلاعات سپاه نیاز به انجام مأموریت‌هایی داشتش باشون همکاری می‌کردم و به مأموریت اعزام می‌شدم و پس از مأموریت باز به خونه امن برمی‌گشتم. در طول این 5 سال حدود 47 زندانی رو شاهد بودم که به این خونه امن آوردن. نحوه دستگیری‌های این زندانیان به گونه‌ای بودش که هیچ گونه حکم بازداشتی برای این زندانیان صادر نمی‌شد توسط ارگان‌های قضایی و این به این دلیل انجام می‌شد که اگر این زندانیان زیر شکنجه کشته شدن یا سیستم امنیتی تصمیم به حذف این زندانیان گرفتش،
کسی از خانواده اونها ندونه که این زندانی در بازداشت اطلاعات بوده و مدعی جان این زندانی از اطلاعات باشه. معمولاً به صورت آدم ربایی این زندانیان روبوده می شدن. از تاکتیک مسمومیت غذایی اطلاعات سپاه استفاده می کرد. بیشتر این زندانیان در سالهای 88 و 89 بودند که وارد این خونه امن شدند. از شیوه های قتل های نامتعارف استفاده می شد برای کشتار این زندانیان. آیا شما مواردی از قتل و شکنجه مخالفین سیاسی رژیم آخوندی رو شخصاً در خانه‌های امن اطلاعات سپاه شاهد بودید؟ اطلاعات و امنیت ایران ترجیح میداد که به جای اینکه از سموم خاص یا از تناب دار برای اعدام این زندانیان استفاده بکنه، از گاز CO2 در اتاقهای گاز و کیسه های وکیوم برای خفه کردن زندانیان با CO2 تنفس خودشون استفاده بکنه که این یکی از بدترین شیوه‌های قتل زندانی محسوب میشه، چرا که زندانی به مرور زمان دچار خفگی میشه و احساس کمبود اکسیژن میکنه و عذاب زیادی میکشه. روش بعدی که ازش استفاده میکرد از برق بود که استفاده میکرد. روش بعدی که استفاده میکرد از تزریق آمپول‌هایی مثل انسولین بود که اصطلاحاً بهش مرگ خاموش یا مرگ آرام هم میگن، چون فرد اول دچار خواب میشه به خاطر کمبود قند خون، بعد به اغما میره، بعد که به اغما رفت بعد از چند دقیقه دچار مرگ میشه. جالبه که هیچ کدوم از این زندانیان اسامیشون هیچ جا ثبت نمیشد. پس از مرگ خانواده‌های اونها همچنان فکر میکردن که فرزندانشون روبوده شدن و یا اینکه گم شدن. بعضا عکس اونها رو داخل روزنامه هایی که در سطح کشور پخش میشد میدیدیم که خانواده‌های اونها اعلام مفقودی کرده بود و این نشون دهنده این بود که حتی سیستم اطلاعاتی اجازه کفن و دفن به این خانواده ها نداده و حتی اجساد اینها رو تحویل خانواده هاشون نداده. آیا روش‌های کشتار مخالفین سیاسی که بازگو کردید سیستماتیک بوده و به این منظور به بازجویان آموزش داده میشد؟ اصولاً افرادی که از زندانیان بازجویی می‌کردن، منظور از بازجو همون شخصی است که شکنجه رو انجام میده، نه کسی که سوال‌ها رو می‌پرسه. اصولاً کسانی که شکنجه ها رو انجام میدن و دست به بازجویی میزنن قبلا آموزش‌های مربوط به شکنجه ها رو دیدن و خود سیستم امنیتی این آموزش ها رو به اونها داده. پس اگر سیستم امنیتی نمیخواسته به این شیوه شکنجه بشن، هرگز این آموزش ها رو به این افراد نمیدن. در خصوص گزارش حتی به بعضی از پرسنل رده بالا چندین و چند بار من به عنوان مسئول اون خونه امن گزارش دادم به فرماندهان اطلاعات سپاه، ولی متاسفانه به من گفتن که اینها منافق هستن و این حکم الهی هستش که اینها باید به این صورت مجازات و کشته بشن. منظور شما از کلمه منافق چیه؟ میخوام که شما توضیح بدید که در اطلاعات سپاه پاسداران منافق به چه کسی اطلاق میشه؟ اما به طور معمول واژه منافقین به مجاهدین خلق ایران اطلاق میشه. در مورد اونها چه میدونید؟ که آقای خامنه‌ای میگن که مردم حق انتخاب دارن. درسته، مردم حق انتخاب دارن، ولی کسانی که اون چیزی رو که آقای خامنه‌ای انتخاب کردن انتخاب نکنن منافق هستن و کشته خواهند شد. مردم بین این که منافق باشن و کشته بشن و این که زنده بمونن حق انتخاب دارن. یا اون چیزی رو انتخاب میکنن که رژیم میخواد و زنده میمونن، یا اون چیزی رو انتخاب میکنن که رژیم نمیخواد پس به حکم الهی کشته میشن. در خصوص تعریف واژه منافق، هر کسی که به هر نحوی با طرز تفکر و ایدئولوژی سران حکومتی در داخل ایران مخالف باشه در زمینه‌های مختلف
حقوق زنان، برابری زن و مرد و غیره مخالف باشه منافق محسوب میشه، چرا که با ایدئولوژی و طرز تفکر رهبری مخالفه و کسی که رهبری رو قبول نداره در ایران از نظر دستگاه اطلاعاتی خدا رو قبول. پس هم منافق هست و هم محارب هست و حکم الهی که همون حکم شکنجه و قتل اون فرد هست در خصوص اون فرد اجرا میشه. جالبه که طی سالیانی که من در دین اسلام مطالعاتی داشتم هرگز در کلام الله مجید هرگز این واژه رو ندیدم که منافق یا محارب باید شکنجه بشه و کشته بشه. به نظر خود من این واژه از زمانی به مجاهدین خلق اطلاق شد که جرم اینها چیست؟ گفتن منافق هستن. گفتن چرا منافق هستن؟ گفتن چون رژیم جمهوری اسلامی ایران رو قبول ندارن و خواستار یک حکومت دموکراتیک در داخل ایران هستن و حکومت دیکتاتوری رو قبول ندارن. پس این واژه منافق رو به مجاهدین نسبت دادن. آیا میتونید چند مورد شکنجه منجر به مرگ مخالفین سیاسی رو با نام یا بینام برای شنوندگان توضیح بدید؟ خب در زمان 88 و 89 این شکنجه ها و قتل ها به اوج خودش رسید. از اونجایی که من مسئول بازجویی و شکنجه و قتل نبودم، با نام اکثر این افراد آشنا نبودم و اونها رو از روی چهره میتونم شناسایی کنم و حتی بعضا چهره بعضی از اونها تصاویرشون رو داخل هارد لپتاپم دارم. ولی افرادی هم بین اونها بودن. برای مثال میتونم در مورد شکنجه‌ای که منجر به قتل یک انسان شد راجبه، اگر اشتباه نکنم، فردی به نام مهدی ستار نصر که در 25 خرداد در میدان آزادی توسط نیروهای مقاومت بسیج دستگیر شده بود و تحویل ما داده شد تا ما اون رو به خونه امن ببریم صحبت بکنم. این فرد 5 روز زیر شکنجه‌های شدیدی قرار داشت. بعد از 5 روز متاسفانه به دلیل خونریزی داخلی جون خودش رو از دست داد. افراد دیگه‌ای بودن که به اونها هم تجاوز شد، هم مورد شکنجه‌های فیزیکی و هم شکنجه‌های روانی قرار گرفتن. تاکتیک های شکنجه‌ای که استفاده می‌کردن به این دلیل نامتعارف بود که حتی دستگاه‌های تروریستی جهان مثل داعش هم از اکثر این روش‌ها استفاده نمی‌کنه و این روش‌ها رو ناپسند می‌دونه. میتونیم از این روش‌ها بازداشتگاه‌های 50x40 50x50 رو اسم ببریم. بازداشتگاه 50x50 طوری طراحی شدن که وقتی زندانی وارد اونها میشه فقط میتونه بایسته. قابلیت تنظیم دما دارن که اکثرا دمای اون رو بعد از مدتی زیاد میکنن. با ایجاد سر و صدا مانع از خواب زندانیان میشن. بعضا اونا رو میارن بیرون، کتک میزنن، آب میپاچن روشون که خوابشون نبره تا برای مدت طولانی بتونن بیدار. یکی از روش‌های شکنجه در رژیم ایران همین اتاق‌های 50x50 و 40x50 هست که باعث بیخوابی، ایجاد استرس در فرد و شکنجه روحی و روانی در فرد میشه. شکنجه بعدی تجاوز به خود فرد هستش. شکنجه بعدی تجاوز به بستگان فرد، جلوی خود فرد هستش که اعتقاد دارم باعث میشه غرور فرد شکسته بشه و ضربه‌های روحی و روانی به فرد بشه. در این موضوع میتونم به سروان حسین زاده اشاره بکنم که بعد از جریان 88 دستگیر شد. سروان حسین زاده به جرم لغو دستور
دستور داده بودن که به نیروهاشون دستور شلیک بدن. ظاهرا دستور شلیک ندادن، به دلیل لغو دستور بازداشت شدن. از اونجایی که دستگاه امنیتی پیش بینی میکرد که نکنه این فرد با دستگاه‌های خارجی در ارتباط باشه، هم به خودش و هم به اعضای خانواده اون فرد تجاوز کرد و هر سه اونها رو به قتل رسوند. هنوز هم که چند سال از این ماجرا میگذره، دستگاه امنیتی ایران هیچ گونه اطلاعاتی راجع به قتل این فرد به خانواده این فرد نداده و اسم این فرد در لیست گمشدگان تهران در اون سالها هست و خانواده این فرد فکر میکنن که فرزندشون و خانواده فرزندشون توسط گروه‌های خارجی بوده شدن رو به قتل رسید.